Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va kulli sharmanda Tojikiston nafaroi ki mana bibinید. ما امروز در نزدیک سفارت تاجیکستان در انگلیا پایتخت انگلیا لندن شهر لندن در سفارت تاجیکستان در سفارت قرار داریم. ما اومدیم که خلاصه اعتراض خودمون نزدیک بیاد که آوردن بالاتر بیاد. ما اومدیم که بفهمیم که در کارگاه سفارت بفهمیم دختر ملت دختریانی که پدرش پیشور ملت های دختر ملت پای رخشانه بفهمیم که پای رخشانه که در تاجیکستان چی گپ خبر در بدخشان یا بالای سر مبنی بدخشان چی آوردن برای چی اینترنت قدر برای چی زنگ تلفن خط دیگه در اونجا نفرها اعتراضگرا سرکوب کرده چند نفرها به قتل رساندن. نمود همجیم اینا بیا یک روز پنجشنبه نظامی ماه روز قبلی شهرونده از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بگو باید روزی کوریا این زنگ شونه ما خلال آمده یا زنگ زیر میکنه هر کسی مثل یه جواب میتن سفارت مردمی سفارت حکومت دولت در جمعه سوداکی برای چیم شهرونده اما درون مرزی دوام در منطقه قرار دارن کمک کنن. این همه شهروندی تاجیکستان اینا اومدن خب نیا کن کامرایشون اینا میگم متاسفم که دلبای به اموالی دخترش اینجا نیست. کم خیلی دوستش نمیاد. بیرون بیا. خب دختر رحمان شما در جای یک درچی از بدبختیش همینه که ما دیروز همیره متاسفانه یا خوشبختانه اعلام کنیم که فردا ما میریم از سفارت همه پرداشون محکم کرده چی دارن یک کنسولگری از یا بچه حفظته که یک کلی لینگ شلو با دو چرخه میرفت میومد ما چی ماده کاغذ برگرد و وطن انجا باره کردم او برزگاه همجا میشید جا محکم هست روزی معمولی هست نکیم یا چی که بگم کار نمیکنم این بخاطر این که نیم شما مردم حکومت میترسین حکومت کلی حکومت کلی نه من تنهایم جامعه نمیرن اول باردور برادرم اینجا تنهایم دختر پیشوا دارم جای برای چی نمیم رویا غیرت چون نمیده غیرت چی قدره اینو نیم که غیرت دارم یا در داخل تاجیکستان ارتشی میگیرن میبرن بالای سر زنکا و کودکا زن کودک مردم هم میکشن خانه مخالفان میرن بعد هم کمپیر مصفدا رقم میتن یا هم که غیرت دارم بیرون از تاجیکستان زیرو نول نیو هیچی نیستم. خلاص اینا سفارت حکومت مردمی 96-98% قبولش کردن برای مردم پیشوا اساسگذار همه چی دختر معلم واتساپ همه چی این است دخترش برو یک ببینیمش با پیگیری که انشالله که ما در اینستاگرام در همین فیسبوک هم میتونیم و یا لایو دیگه سر بکنیم بچه‌ها در آمد هستن که ببینیم چی گپ میشه. سلام علیکم. انا همون هشدار کردن ما به مردم که زیرکی سیاسی را باید از دست ندیم در غفلت نمانیم انا همین است.